چرا قانون جذب برای تو کار نمیکنه؟ اثر مشاهده‌گر و فیزیک کوانتوم. اصلاً چرا جهان به خواسته های تو پاسخ نمیده؟ بذار همین الان یه حقیقت ناراحت کننده رو بگم. مشکلی نیست که جهان به خواسته های تو گوش نمیده، بلکه مشکل اینه که جهان اصلاً به خواسته های تو گوش نمیده. جهان به چیزی که میخوای واکنش نشون نمیده، به چیزی که هستی پاسخ میده. و این دقیقاً همون جاییه که 90% آدم ها گیر میکنن. چون تو فکر میکنی داری درخواست میفرستی، اما در واقع داری سیگنال اشتباه پخش میکنی. اگه تو امروز تجسم کردی، تایید گفتی، قانون جذب رو تمرین کردی، اما یا هیچ اتفاقی نیفتاده یا نتیجه ها کاملا برعکس بوده، این ویدیو دقیقاً برای توه. آخرش میفهمی چرا جهان تو رو نادیده نگرفته، بلکه داره خیلی دقیق تر از چیزی که فکر میکنی به تو گوش میده. بخش اول، پارادوکس تجلی. جهان با تو لج نداره، تو رو تنبیه نمیکنه و علیه تو توطئه نکرده. مشکل فقط یه چیزه، سیگنال های متناقض. هرچه با اضطرار بیشتری چیزی رو میخوای، جهان بیشتر عقب میکشه. نه از سر بیرحمی، بلکه از سر سردرگمی. بذار با یه تصویر ساده توضیح بدم. تصور کن زنی که روی لبه یه صخره ایستاده، در دستش یه منور نجاته. میخواد دیده بشه، میخواد نجات پیدا کنه. منور رو شلیک میکنه، اما باد میوزه، دود پخش میشه، شکل پیام به هم میریزه. هلیکوپتر نجات از بالا چیزی رو میبینه، اما واضح نیست. خطره، جشنه، اشتباهه، پس عبور میکنه. این دقیقاً همون کاریه که جهان با سیگنال های احساسی آشفته انجام میده. تو وضوح میخوای، اما فرکانست نویزه. نقطه هشدار بیدار باش اینجاست. و حالا اینو خوب گوش کن. هیچ کسی به تو قوانین واقعی رو نگفته. به تو گفتن مثبت فکر کن، به تو گفتن تجسم کن، به تو گفتن بخواه تا دریافت کنی، اما نگفتن درخواست تو کلامی نیست، ارتعاشیه و ارتعاش اصلاً دروغ نمیگه. بخش دوم، بدن، فرکانس و انسجام. تو میتونی روزی 1000 بار بگی من فراوانم، اما اگه بدنت در حال ترسه، سیستم عصبی در بقا گیر کرده، قلبت منقبضه، تو فراوانی رو دریافت نمی کنی، تو کمبود رو زندگی می کنی و این قانون طلایی رو خوب به خاطر بسپار. بودن همیشه نیت رو لغو میکنه. اینجاست که بیشتر تجلی ها فرو میپاشن. آدم ها همه مراحل رو انجام میدن، ژورنال، تکنیک، مدیتیشن و خیلی چیزای دیگه، اما هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون یک بخش از وجودشون میخواد و بخش دیگه اصلاً باور نداره و جهان فقط یک چیز رو میفهمه، انسجام انرژی رو. تصور کن یه رادیو داری که همزمان 2 آهنگ پخش میکنه. نتیجه چیه؟ موسیقی؟ نه، نویزه. وقتی تو همزمان بله و نه رو میفرستی، جهان همزمان هیچ کدام رو دریافت نمیکنه. حالا اگه تا اینجا حس کردی این ویدیو دقیقاً داره درباره تو حرف میزنه، پس همین الان لایکش کن و کانال رو هم سابسکرایب کن، برای اینکه ذهنت اعلام کنه من آماده فهمیدن اینم، و ادامه بده، چون بخش بعدی بازی رو عوض میکنه. بخش کوانتومی و اثر مشاهده‌گر. در فیزیک کوانتوم قانونی وجود داره به نام برهم‌نهی. ذره تا وقتی مشاهده نشه همه چیز هست و هیچ چیز نیست، اما لحظه‌ای که مشاهده میشه فرو میپاشه، واقعی میشه. حالا اینو به زندگی تعمیم بده. شغل، عشق، سلامت، پول، همه در حالت امکانن تا زمانی که تو اونها رو مشاهده کنی. اما این نکته حیاتی رو هیچ کس به تو نگفته که تو با چشمهات مشاهده نمی کنی. تو با توجه احساسیت مشاهده می کنی. اگه با تردید نگاه کنی، نسخه فرو می پاشه که در اون شکست می خوری. اگه با تناقض نگاه کنی، نتیجه تحریف شده ظاهر میشه. جهان تو رو نادیده نمیگیره. داره دقیقاً سیگنال غالب تو رو منطبق میکنه.
اینجا علوم اعصاب و قلب میگن 95% الگوهای فکری و احساسی تو ناخودآگاهن، یعنی ممکنه با 5% آگاهی تجسم کنی اما با 95% وجودت خلافش رو پخش کنی. مؤسسه هارتمن ثابت کرده که قلب انسان یک میدان الکترومغناطیسی قوی ایجاد میکنه که چندین متر از بدن بیرون میزنه. قلب تو فقط احساس نمیکنه، پخش میکنه. وقتی ذهن میگه بله، اما قلب زمزمه میکنه نه، آنچه به جهان میفرستی نویزه. جو دیسپنزا میگه بدن حافظه گذشته است و نوئل گادرد میگه احساس رازه. یعنی چی؟ یعنی جهان به امید و خواهش پاسخ نمیده، به تجسم بودن پاسخ میده. تو چیزی رو جذب نمی کنی، تو تبدیل به اون میشی. افشای تله پنهان. بیشتر آدم‌ها فکر می‌کنن مثبتن، اما زیر همه تاییدها یک احساس هست: کمبود. پول میخوام چون ندارم، عشق میخوام چون تنها هستم و جهان زیر صدا رو میشنوه نه شعار رو. بریم سراغ راه حل عملی. راه حل تلاش بیشتر نیست. راه حل پاکسازی سیگناله. اول مکث قبل از واکنش خودکار. 3 نفس عمیق، آهسته، آگاهانه. دست روی قلبت، نه فکر، احساس. یک ارتعاش واحد، شکرگزاری، اطمینان، آرامش. حتی 3 تا 5 دقیقه کافیه تا مغز، قلب و بدن در یک جهت قرار بگیرن و اون وقت سیگنال واضح میشه. اینجا چند تا نکته کلیدی داریم. جهان به آینده پاسخ نمیده، به فرکانس پاسخ میده. اگه حس میکنی رؤیات دوره، همون دوری میشه سیگنال. اما اگه خود رؤیا بشی، الان میشی سیگنال و الان تنها لحظه‌ایه که واقعیت فرو میپاشه. بدون که اینجا فقط یک کانال نیست، اینجا یک جمعه، یه فضای زنده برای کسایی که آمادن خالق زندگی خودشون باشن و هممون با هم توی یه مسیر در حرکتیم تا فرکانسمون رو بالا ببریم و جامعه از خالقان هماهنگ و قدرتمند رو بسازیم. و یادت باشه که اینجا قلمرو به توه، پس قوانین ذهنت رو از نو بنویس. سپاس از نگاه قشنگتون.